الله میگوید من پادشاهی روز قیامت هستم. کجا شدند آن جباران و آن متکبران، آن ظالمانی که ظلم میکردند بالای بنده های مؤمن من، قلب آنها را میشکستند؟ آیا شما گمان میکنید که آن مادری که از فرزندش محروم شده است و دلش شکسته است، یا آن پدری که از فرزندانش محروم شده است، یا بعضا فرزندانی که از پدر و مادر خود محروم شده اند و در راه دین الله هجرت کرده اند و قلب آنها شکسته شده است از دوری پدر و مادر؟ گاه می شود که فرزند در جنازه پدرش اشتراک کرده نمیتواند، از سبب دینش هجرت کرده است و باز طعنه میشنود، میگویند که انا ببینه حتی به جنازه پدرش هم حاضر شده نتوانست، یا طعنه میزنند میگویند که به جنازه پدرش هم اشتراک نکرد یا به جنازه مادرش هم اشتراک نکرد. وقتی تو این سخنت رو ظلماً در حالت کبر و غرور میگویی، آیا نمیدونی که قلب آن بنده صالح رو شکسته ایستاده ای؟ قلب او رو جراحت دار و زخم دار کرده ایستاده ای؟ هر نفری که در قلبش یک جراحت دارد، هر نفری که در قلبش یک الم، یک دردی دارد، زخم بسیار وزنین و خونین دارد، الله سبحانه و تعالی فراموش نکنید که یکی از نامهای زیبایش جبار است. جبار یعنی دل ما و شما را الله زخمهایش را شفا می بخشد.